با عرض معذرت یه لحظه صدای شما رو من نداشتم. منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صدا هست؟ بله الان صدا خیلی خوبه، مرسی. من آقای بندلی هم هستم. من میخواستم قبل از اینکه این دوستانمون رو بالا دعوت کنیم اگه ممکنه از این مزدور نفوذی صداشو پخش کنیم، یعنی تصویری ازش پخش کنیم که دوستانم ببینن. ولی من مجری برنامه‌مونم که آقای زاچی هنوز، یعنی من دیدمشون ولی الان دیگه نمیبینمشون. آقای بندلی رو میارم بالا. سلام علیکم. سلام، من سلامت میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خدمت آقای نصرالله عزیز. منم همچنین. تشکر اکبر جان. الان محسنم اومد. فقط من اگه اجازه به من بدید من این تصویر از این پخش کنم که صحبتی کرده این مورد نفوذی، این اگر اجازه بدین که تصویرشو بزرگتر چیز میبینین، بعد محسنم میاد. با اجازه شما. که قلب احمق از دنیا رفت. فقط یه دلیل. ببینید دوستان عزیز، به شرف هم صحبت یه دلیل داره برای خوشحالی. این از کشتنش از هم زنده که قلب احمق فقط یه دلیل. ببینید دوستان عزیز، به شرف هم صحبت میدونم چیه که قلب احمق از دنیا رفت. فقط یه دلیل. معلوم محسنم بالا شروع کنیم دیگه. ممکنه خیلی خوشحالیم که ما هست. محسن جان تصویرت فقط با سلام خدمت آقای مرندی و آقای اکبر بندری. یه مقدار اشکالات فنی بود، ببخشید یکم دیر شد، حدود 7 دقیقه. و آقای مهران در تلاش بودن که خلاصه ما ستاره جمع کنن. بسیار خوشحال هستم و هستیم که در خدمت از ایران و از یاران مقاوم دوران زندان در کنارشون هستیم و استفاده خیلی سریع بریم جلو. این صحبته که الان پخش شد کلیپی که از این مزدور نفوذی، خب قاعدتا ما رو میبره به سمت بحث بر سر این. اصولا من فکر کنم که در تاریخ مسئله این بودن یا شدن، ماندن یا رفتن، آدمیت یا انسانیت، به هر ترتیب همه سر همین بوده و در نهایت در دوران زندان وادادگی یا مقاومت. آقای مرندی نظر شما چیه؟ شما معذرت جزو احمقا بودید نبودید به گفته ایشون؟ منم مجددا خدمتگان و شما و کسایی که شاید بعداً این من سلام عرض میکنم و اینکه از من سوالی و خیلی مقدمه کوتاه اشاره میکنم و تقدیم میدم بعد صحبت بکنه و من وارد این بحث بشم. قطعاً هرچی میکروفون ها بسته باشه چون میپیچه. دوستانی که صحبت نمیکنن اگه میکروفون خیلی ممنون. مرسی. بعد هرچی ما شرایط جلوتر میریم قطعاً این یک ضرورت دوران این مرحله از انقلاب و جنبشه که نیروها در دو جبهه خلق و ضد خلق خودشونو باید اوریانتر نشون بدن. امروز خامنه ای در داخل
علنا میاد برای مردم، برای قیام آفرینانی که خیز برداشتن در سال 1401 و همچنان این نابوس سرنگونی رو دارن با صدای بلند اعلام میکنن و کلیت این رژیمو نمیخوان، تمام رژیم. شاید صحبتی که شما کردی یا سوالی که مطرح شد، اصلا ما چرا به این فرد میپردازیم؟ خیلی سوال در حتی ما بین گاهی اوقات زندانی‌ها پیش میاد، آقا این که یک فرد مزدور فلانه. من فکر میکنم تا روزی که این رژیم هست که امیدوارم هر چی مدت کوتاه بشه، جبهه خلق و ضد خلق وظیفه تک تک نیروهاش هست که جبهه خلق در مقابل ضد خلق بایسته. امروز مزدوری به نام ایرج مصداقی یک عنصر تمام وزارت اطلاعاتی و از عناصر رژیمه. همینطوری که حمید نوری در دادگاه دشخیم میاد اعلام میکنه که حق اونها بود که باید میرفتن چون که بحث سر موزه و ایستادن بود، امروز این مزدور هم اونو داره تثبیت میکنه. با چه زبانی بگه من مأمور وزارت اطلاعاتم؟ با چه زبانی بگه من برای حفظ خامنه ای حاضرم همه نکاتی که در گذشته مدعیش بودم که نبودم؟ حالا من در ادامه بحثم فرصت باشه اصلا این موضوع رو یک بار دیگه ترجیح میدم صحبت کنیم، مثلا چرا ما این موضوع یه دفعه میزنه بیرون در اینجا. پس در هر حال اینجا خیلی خلاصه حرفی که موضوع میزنه داره اثبات حقانیت و جسارت و ایستادگی اون سربداران که امروز باعث شده در قیام جوانان ما خود خامنه ای رو داره به پایین میکشه و این موضوع کل رژیم داره میره. جا داره امروز ما یاد بکنیم از شهید قهرمان نوید افکاری، در همچین روزی 3 سال پیش به شهادت رسید. نوید افکاری هم این داره به نوید افکاری هم این بحث احمقو میگه. نوید آگاهانه میگه که اینها تنابشون دنبال سر میگرده ولی من کوتاه نخواهم اومد. اون سر موضعی که هزاران دوستان ما که امثال من و شما اکبر و بقیه میشناسیمشون، امروز نوید افکاری هم یکی از اوناست. این داره به همه شهدا داره توهین میکنه و به شهدای سال 1401 میکنه. این خود خامنه ایه. فکر کنم حالا در همینجا کافیه تا یه خورده میخوام بپردازم به پایه های این فرد. شاید احساس میکنم بیشتر باید نسبت به این بخش از جبهه که رژیم با ما باز کرده رو توضیح بدم. تشکر. صدات قطع محسن. آقا محسن صدات قطعه. معذرت میگم حتما میپرم با کمال معذرت که ما تقصیر آقای مهران بود که اینو کلیپ رو اول پخش کرد باز این قضیه. ولی یه مقدار عقب‌تر اکبر عزیز بند 2 بودی تو اتاق من، فکر کنم تا آخر روزها هم بودی که وقتی اعدام‌ها شد اینا. اکبر جان چی بود؟ چی بود؟ بچه‌ها بگو چیکار می‌کردن؟ آیا واقعا آگاهانه می‌رفتن؟ آیا واقعا مثلا تو جاهای مختلف این برنامه‌های اون سربداران ناآگاهانه بودن به هوای عفو بردنشون میتونی در اون خود ما به اون روز ببینید چی بود؟ تو با عنوان شاهد زنده هستی دادگاه راجع به اعدام‌های سال 67 تو گوهربخش باید بگیم از پنجشنبه بردن بعد از آمار 7 نفر بچه‌هایی که مسئول بند بردن بیرون باشون صحبت کردن. از این بچه‌ها با رضا زن صحبت کردم. رضا زن که برگشت گفت که اکبر رفتم گفتن اتهام چیه؟ گفتم اتهامم مجاهده. به من گفت اکبر انگار یه بار سنگینی از دوشم برداشته شد وقتی گفتم اتهامم مجاهده. بین اون بچه‌ها مسعود کوباری هم گفت اتهامم مجاهده. البته مسعود خیلی زدن با میگه زدن رو سرش، انقدر سرش رو زدن که سرش به اصطلاح تپه مانند شده بود، یعنی برآمدگی و پوررفتگی سرش پیدا کرده بود مسعود کوباری. روز شنبه بندی بود که از داخل سالن
که بهش حسینی میگفتیم مشرق به بیرون بود، فضای بیرون میتونستیم ببینیم. پشت بند ما دیوار بود، پشت دیوار یه سوریه بود، سوریه زندان. اون روز اونجا از پشت بند یه فرغون طناب دیدیم. خود به خود این به ذهن ما خطور کرد طناب میخواد ببرن تو اون سوریه دار درست کنن که بچه‌ها رو حلق‌آویز کنن. بعد دوباره پخش کردن شیرینی رو دیدیم. دوباره تو اون مقطع روزنامه‌هامون قطع شد، تلویزیونمون رو بردن. بعد که افغانی‌ها تو بنک کار می‌کردن، یک سری از کارهای سنفی رو انجام می‌دادن، اونا هم رفتن به جاش پاسدارایی که پوتین گرفت کرده پاشون بود اومدن. این چیزایی که دیدیم بارزادن صحبت می‌کردن، زدن گفت که اکبر دارن اعدام می‌کنن. به نظر من این چیزایی که من دارم می‌بینم ما با هم دیدیم اعدام می‌کنن بچه‌ها رو. پس بهتره که سرود خوان بریم اعدام بشیم. بارزادن تقریبا نشسته بودیم، رضا شروع کرد به سرود خوندن که در رو باز کردن و رضا رو بردن. تو بند اصلا صحبت اعدام شده بود. همه میدونستیم که دارن میکشن. با هادی جلال آبادی صحبت میکرد. با هادی از سال 60 زندان بودم. به هادی گفتم حالی دارن میکشن، نظر چیه؟ گفت که من ترجیح میدم اعدام بشم تا بخوام تو حکومت خمینی زندگی کنم. با شاروخ هموطنم بود، شاروخ رضایی، با شراف صحبت میکردیم راجع به اعدام. شاروخ گفت اکبر من 1 ماه دیگه آزاد میشم، تو رو اعدام میکنن، من میرم به خانواده‌ات میگم تو به سر خوب بدی. شاروخ اعدام شد. با حمید اردستانی صحبت میکردم. حمید اردستانی سنش کم بود، 21 سال داشت اون موقع. به من اون موقع سنم نسبتا بیشتر از بقیه بچه‌ها بود. من به شوخی بعد میگفتم پیرمرد. حمید اردستانی به شوخی من میگفت اکبر اگه تو که عمرتو کردی، من جوونم، اکبر تو اگه تو عمرتو کردی، اگه منو صدا کردم تو برو به جای من اعدام بشو. با خنده میگفت، همچین روحیه‌ای داشت. حمید اعدام شد. با مهران صمدزاده تو بند میگفت که صحبت اعدام بود دیگه. بچه اگه اومدن منو صدا کردم من میگم تو به چمدون قایم میشم، شما بگید مهران صمدزاده ندارید، نگید مهران داریم. حیدر صادقی یه بار صبح از خواب بلند شد گفت دیشب تو یه میدونی دیدم پر دار بود، بچه‌ها رو به دار آویزون کرده بودن، دار اعدام، بچه‌ها رو به دار آویزون کرده بودن. من رفتم زیر پیکر حسن عسکری وایسادم. حسن عسکری به من نگاه می‌کرد می‌خندید، گفت منم میرم اعدام میشم. رفت اعدام شد. یا دو نفر از توابایی که زمان حاج داوود تواب شده بودن، بعد که شرایط عوض شد اومدن و بچه‌ها پیوستن، گفتن که بس بچه‌ها اونا رو پذیرفتن راحت. وقتی به این دو تا تواب سابق گفتن که دارن اعدام میکنن، اونا گفتن که ما میریم اعدام میشیم. ما یه بار تجربه بریدن چشم دیدیم، دیگه نمیخوایم تکرار بشه، ما میریم اعدام میشیم. یا با طاهر بزاز حقیقت سر شام داشتیم صحبت میکردیم. طاهر گفت بچه‌ها من از خدا خواستم که موقعی که دارم اعدام میشم پاهام نلرزه. نگاه کنید چه فعال خوبی واسم اومد. شروع کرد به فعال حافظ خوندن در تایید حرفش که از خدا خواستش از خدا چی بود. اکبر جون ببخش من هفته قطع میکنم، شعرش یادته؟ شعر حافظ شعر حافظ بود، من پیداش کردم. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر به لحظت پای، فرشته‌ات به 2 دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسدت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی، ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد. چه گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت به دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری، که حق صحبت و مهر و وفا نگه دارد. غبار راه گذارت کجاست تا حافظ، به یادگار نسیم صبا نگه دارد. این شعری بود که طاهر خوند. و دوباره از بچه‌هایی که میتونم اسم ببرم، منوچهر بزرگبشر وقتی دید بچه‌ها دارن اعدام میکنن گفت منم میرم اعدام میشم. پس همه این بچه‌ها همه میدونستن، آگاهانه رفتن
اعدام شدن. بند ما حداقل من میتونم راجع بند خودمون بگم، بند ما همه آگاهانه رفتن میدونستن در اعدام شدن. اتفاقا موضوع یک مصداقی هم تو بند ما بود، با کمال پررویی میگه که بچه‌ها نمیدونستن دارن اعدام مطرحه، اگر نه اسلام موضع نمیگرفتن اعدام نمیشدن. همه این چیزایی که ما دیدیم هم دید منتها از موضوعی که داشت به این شکل مطرح کردن میشه که بچه‌ها نمیدونستن. حتی اون شبا من یادم اون شبا مثلا هر شب نگاه می‌کردیم دیدیم دو تا کامیون هم از شبایی که اعدام بود، دو تا کامیون با خودمون گفتیم کامیون هم مثلا پیکر پاک بچه‌ها رو می‌بریم بیرون. یه شب که از اون کامیون اومد جلوی در از اون پشت حسینی می‌دیدیم اومد وایساد، دنده عقب گرفت رفت زیر لامپ مهتابی وایساد، بعد پیکر پاک بچه‌ها رو از بالا می‌دیدیم. اینقدر سکوت شد بین ما که صدای ضربان قلبمون رو می‌شنیدیم. همه این چیزا رو ما دیدیم، پس میدونستیم که دارن اعدام میکنن. بازم با کمال پررویی ما بچه‌ها نمیدونستن دارن اعدام میکنن، بیشتر موضوعی خودشون میخواد نشون بده. میخوام بگم تو اون مقطع این شرایطی که ما داشتیم بعد هر شب یک سری میبردن، واقعا بچه‌ها مثل پیکر پاره از تن ما بودن. ما 6-7 سال با این بچه‌ها زندگی کرده بودیم، هر روز که میومدن یک سری رو میبردن ما میدونستیم دارن میرن اعدام بشن. محمد فرمانی رو جلو در بود، پاسدار اومد یکی از بچه‌ها رو صدا کرد، گفتیم که نیستش. حمید نوری اومد بود که از بچه‌ها رو صدا کرد، گفتیم نیستش. محمد فرمانی از جلو در برداشت برد، از شیره برد. همه میدونستیم که اعدام، همه منتظر خودمون بود. من خودم یادم شب که می‌خواستم بخوابم با خودم میگفتم، شب که شام می‌خوردیم میگفتم شاید امشب آخرین شام من باشه، شاید بعد اعدام بشم. رو صبح می‌خواستم دوش بگیرم میگفتم که شاید آخرین دوشم باشه. صحبت اعدام بود. یعنی ما 15 روز اعدام کردیم داشت با اعدام زندگی کردیم. پای تن ما رو می‌بردن و ما منتظر نوبت خودمون بودیم. اینجا یه شعری از شاملو است، تو اون مقطع همیشه تو ذهنم بود، اگه میخوام با اجازه شما بخونم. شرایط ما که توضیح دادم شرایطی بود که میدونستیم دارن اعلام میکنن، روزنامه‌مون قطع بود، تلویزیونمون قطع بود، ارتباط با خارج قطع شده بود. شعر شاملو اینجوری: در نیست، راه نیست، ماه نیست، شب نیست، نه روز و نه آفتاب. ما بیرون زمان ایستاده ایم، با دشنه تلخ بر گرده هامان. هیچ کس با کس سخن نمیگوید که خاموشی با هزاران زبان در سخن است. بر مردگان خیش نظر میکنیم بی طرح خنده ای، نوبت خیش را انتظار میکشیم با طرح خنده ای. هممون اصلا من وقتی به اون مرحله برمیگردم، من زمان دانشجویی یه شعری از اقبال لاهوری تو ذهنم نشسته بود، گفت نشان مرد مومن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. اینا لاهوری راجع به یک فرد گفته بود. من اونجا یه بند دیدم که با خنده دارم میرم به طرف اعدام. پس این نشون دهنده که همونجور اون گفت مؤمنه، ایمانی که این بچه‌ها به راهشون داشتن، به سازمان داشتن، اون ایمان باعث شد که اینجور خندان و غزلخوانان و زورافشان برن به طرف اعدام. یعنی آگاهانه بود، یعنی همه شواهد نشون میده که اونا آگاهانه داشتن میرفتن به طرف اون سرنوشتشون. مرسی جان. اگه اجازه بدی نسل از اگه بالاتر خیلی کاملا چون بالای صفحه شما نسل عزیز در تو شرایط گفت البته اکبر گفت بچه بیرون ما همبند بودیم صدا بزنن قبل از روزنامه، قبل از همین یه سری بردن بیرون و ازشون پرسن اتهام. من منوچهر و تیو بودیم اتاق اول دو زامین برگشت خوش خیلی عجیب بود. چی عجیب بود؟ گفت سوالایی که میکنم بو میدم به خاطر اینکه از اون پرسیدن هر چی هم میخواید بگید، ما میخواید مجاهد ما مثل مجاهدین هر چی بگید. و خیلی آروم و چهرهای جدیدی بودن. من یادم اون شب مهران به جای اینکه به رو شکممون کار کنه یادت میشه زیاد سیکس پک درست کنیم، بعد گفت به جای اینکه رو شکممون کار کنیم مثلا گردنمون کار کنیم. تو هشتم ادامه شروع شد.
نسل نمیخوام بگم خودت بگو، معمولا نمیگید شما، ولی تو حال و هوا شام تو سکوت نبود، من فقط بعد نسل شخصیت بگو اون چطوری رفتن بچه ها که ببینید مزدوران اومدن چیکار سعی کردن کلاهی ببافن. محسن جان ببخشید صدای شما قطع و وصل میشه و یه میکروفون صدای شما خیلی قطع و وصل میشه، بقیه میکروفون ها خوبه، فقط صدای شماست. من هدست دارین؟ گوشی میزنم. نسل شما بپرد من برم. خوبه، مرسی. همینطوری که خود اکبر هم اشاره کرد، واقعیتش هم واقعیت ها هم ما هرچی از این سربداران بگیم، از مقاومت هاشون بگیم، هر کدوم یک صحنه ای از نبرد بود که داشتن خلق می‌کردن. شاید خیلی هم کم گفته شده تا به حال. ولی محسن جان اجازه بده من از زاویه دیگه وارد بشم. آخه چه چیزی باعث شد این حد جسارت و این حد سر موزه بودن در یه مقطع تاریخی بعد از 7 سال شکنجه بیرون میزنه؟ به نکته ای اشاره کردی. تقریبا میشه گفت من از خودم از زمانی که دستگیر شدم، بعد از مرحله بازجویی که تموم شد به قزلستان رفتم، تو روابط بچه‌ها روابط تعاریف خودشو داشت اونجا به طور گسترده با همه فراز و نشیب هایی که بود. یلهایی بودن که بار مسئولیت رو میپذیرفتن. ما اگر در سال 67 به این نقطه رسیدیم و هرچی از میگم از تک تک این تمام نمونه هایی که خودت میدونی، اکبر میدونه، بقیه دوستان اومدن گفتن از این جسارت ها، اینها از درون یک نوع روابط منسجمی که با مکانیزم و تطبیق شرایط خودش شکل گرفته بود بیرون زد. من با طاهر داشتم قدم میزدم، تقریبا فکر کنم 9 بود، چون که 10 بردن ما رو از بند بیرون. یک روز قبلش به طاهر میگفتم طاهر با این شرایط چه نقطه ایه؟ طاهر میگفت، طاهرم خودش 15 شهید شد. طاهر برمیگشت میگفت ما در مقطعی رسیدیم که باید با عاشورا بودنمون. همین حرفو دقیقاً پشت در دادگاه هم به من زد. کنار هم نشسته بودیم، گفتم طاهر آخرین نقطه چیه الان؟ گفت فقط عاشوراست. ببین این معانی داره. حالا خارج از این که کسایی از لحاظ مذهبی یا غیر مذهبی اعتقادی داشته باشن یا نداشته باشن، یعنی اصل فدا رو طاهر داشت میذاشت. به حسین قزوینی یا همون حسین برهانی که در دادگاه هم مطرح شد، یکی از بچه‌هایی بود که 7 سال تمام اطلاعات حفظ مونده شده بود. بچه‌هایی بودی که رده اون موقع تشکیلاتی زیر عضو بود. به حسین هم دقیقاً جزو همون گروه بود. اون روز شبش تو مجرد که بودیم به گفتم چیز می‌خواستید فرعی که بودیم به حسین گفتم حسین سوال می‌کردم، احتیاج به کمک داشتم. حسین الان چه شرایطیه؟ گفت الان نقطه‌ایه که ما تعیین کننده ایم در تاریخ. واقعا این صحبت‌ها رو امروز بعد از 35 سال ما نمی‌کنیم. اونها اون روز می‌دیدن. زندان بنا شده بود بر یک روابط منسجم ما بین، حداقل من نیروهای هوادار مجاهدین رو دارم میگم، و اون تشکیلات و آرمانی که بهشون داشتن. اگر ما در دادگاه گداری اسمی از این شهدا می آوردیم که میگفتن به نام سازمان، به نام مسعود یا به نام موسی، به دلیل اینکه اگه زیاد میگفتیم شاید دادگاه نمیذاش ما درست دفاعمون رو بکنیم. 1/100 هم گفته نشده. اکثرا با این آرمانشون بود، چون که تبلور آزادی مردم ایران رو در مسعود رجبی و سازمانش میدیدن و اون روابطی که منسجم بود. این مزدور، من اتفاقا حالا میخوام وارد این بحث بشم، شاید خیلی این بحث دوستانی که الان میشنون یا بعداً بشنون، شاید یکی از اون انگشت شمارهایی که حتی
حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه به این موضوع نزدیک بود. یکیش من بودم، یکیش تو محسن. دوستان ما در درون زندان، البته من یکی دو ماه قبل از قتل عام با این همبند بودم، گذشتش نبودم. در درون زندان ایرج مصداقی بریده نبود، خائن نبود، مزدور نفوذی بود. این بچهای زندان همه میدونن. یه سری که به وارد زندان میشدن بر اثر فشارها شاید کم می آوردن مقطعی، ولی اگر برمیگشتن داخل جمع بچه‌ها با ضعفا اینا رو تعریف نمی‌کردن. اینها رو در جمع خودشون اینها رو حذف می‌کردن و اینها قهرمانانه می‌ایستادن و بعداً هم خیلی هاشون به شهادت رسیدن. بعضیا در همون مرحله خائن می‌شدن، مثل ولی 500 که حتی تیر خلاص می‌زدن. بعضیا یه مقدار از این بالاتر می‌رفتن، مزدور نفوذی می‌شدن. یعنی اول خائن می‌شدن، می‌بریدن. در همون شروعی که سوار گشت میشه این مزدوری ایرج مصداقی، به خیابون میره و 12-13 نفر رو میاره. تنها اطلاعات فاطمه کزازی رو اون مزدور از زمان فاز سیاسی کوتاه داشت. فاطمه کزازی در قزلستان داشت حبس میکشید. این لو میده، برمیگردونن در اوین فاطمه کزازی 62 یا 63 به شهادت میرسه. صدا رو داریم دوستان؟ به شهادت میرسه. چه تعداد دیگر رو من نمیدونم. همینطوری که روزی بعد از سقوط این رژیم پرونده جنایت سران این رژیم باز خواهد شد، امثال این مزدوران هم میره. مزدور نفوذی بنا نیست بیاد خودشو در جمع ما به ظاهر غیره نشون بده. خط وزارت اون موقع داستانی بود، بعدا هم که در اطلاع این عناصر در وزارت اطلاعات ادغام شدن. این باید به ظاهر شکل ما بود مثل بقیه، ولی هیچ وقت در درون روابط تشکیلاتی زندان نبود. یکی از کسایی هستم شهادت میدم قاطعانه، چون که هیچ وقت این نبود. در بند 2 که تازه رسیده بود، طاهر یه روز منو صدا کرد، داشتیم قدم میزدیم. طاهر در واقع خودتون میدونید. ببخشید نصرالله، در مورد طاهر من میخوام یه کوتاه بگی. طاهر وقتی من بحثم رو کامل کنم. طاهر برمیگرده میگه این از هر جا اومده ازش زیاد خوب نمیگن، حواسمون به این باید باشه. ولی همین میزانی که فعلا به ظاهره در سطح خبر با این باشیم. دوستان این فرد طاهر این دیدو داشت. شاید من و محسن و خیلی ها هنوز اون نگاه رو نمیتونستیم. این موضوع نفوذی بوده. یه گام میام جلوتر، کل داستان خروج از کشورش و سناریو که ساخته کاملا بخش عمدهش شک ندارم بار وزارت اطلاعات بود و پروسه ای که این طی کرد. در یکی از مصاحبات در سال 2000 میگه من تا به حال به دلیل این بود هوادار مجاهدین بودم که این ظرف رو میدیدم. مسئولیت سازمانی وزارت اطلاعات بود که به اصطلاح در جمع هوادارا باشه. چه نقشی بازی میکرد؟ تمام دوستانی که اینو میشناسن میدونن. فقط خراب کردن روابط. پیش نزدیکترین دوستان بیاد علیه دیگران صحبت بکنه. اگر در یک اکسیون میومد 10 دقیقه وامیستاد، میرفت پشت دیگران. چیزی که وزارت اطلاعات امروز تفرقه انداختن و در حال مسائل انحرافی آوردن برای خراب کردن. 10 بار شاید این جمله رو این گفت. من 10 سال زندان بودم، تو 10 سال زندان بودی، مسعود رجبی 7 سال بود، ولی ما باز اینو بر مبنای شاید بگیم یه مقدار سادگی ما، شاید یه مقداری بی‌توجهی ما، حتما این انتقاد به من خودمو میگم وارده که باید تیزتر میشدیم. ولی از سال 2000 میگه مسئولیتم میگه دیدم اینترنت داره در مسیر رشد میکنه، ترجیح دادم بیام در اینجا. یعنی به زبان دیگه وزارت اطلاعات خط تو فضایی که بتونه این موضوع رو بپرورونه. حالا تیکه تیکه بعدا میتونیم بیام جلوتر. این فرد یک مزدور نفوذی بوده. من یه جا دیگه هم توضیح دادم. نفوذی یعنی چی؟ یعنی همه سیستم‌های اطلاعاتی عناصری با محیط منطبق میکنن، به ظاهر بناس مثل محیط عمل بکنه، مثل اون نیروها به ظاهر خودشو بسنجه تا یه مرزی، چون که اون نفوذی نمیتونه هیچ وقت بها بده.
نفوذی هیچ وقت نمیتونه خودشو به آب و آتیش بزنه. در نتیجه مصداقی میگه من 5 بار دادگاه رفتم، 5 بار. و همه این دوستان میدونن بار اول دوم میرفتی امکان نداشت نفرستنت بعد از دوم به بعد، چون که همکاری اطلاعاتی میخواستن و بلا بحث میخواستن. این مزدور هر بار باید اطلاعات میداد از دوستان. ما نمیدونیم چه تعداد از این بچه‌ها با این اطلاعاتی سربدار شدن، همینجوری که جنایت خیلی از عوامل رژیمی نمیدونیم. پس نفوذی، مزدور نفوذی سیستماتیک خودشون میاد، یک جا مسئولیتش باید عوض میشد. به خاطر همین مصداقی به طور خاص بعد از میایم خیلی سریع میگذرم میام به قیام میرسیم. چه ضرورتی داره؟ شاید به ظاهر این پروسه قبل رو اگر میرفت یه مقداری باز کارکردش میتونست توی سری به اصطلاح حداقل غیر از هواداران مجاهدین کارکرد داشته باشه، ولی چرا خط عوض میکنه؟ چون که بقای رژیم خامنه‌ای دقیقاً با پیوند خوردن پسر دیکتاتور سابق رضا پهلوی میخوره برای حفظ اون، که میاد میگه ما به تمام قد میره پشت این. باز هم اینجا دیگه نشون میده نقشی که این عنصر از شروعش شروع کرد تا به این نقطه رسید. به هر حال ما اگر این بحثا رو مطرح میکنیم یا به نظر خود من مطرح میکنیم، وارد این بحث ایرج مصداقی میشیم. تا زمانی که این رژیم هست، امیدواریم خیلی هرچی کوتاه باشه، این مزدوران و وظایفه امثال ماست که اینها رو سر جاش بنشونیم. مشخصاً باز من فاکت دیگه بگم، من سال 2000 به اینجا به سوئد میرسم، بلا فاصله میاد میگه میتونیم ما یک انجمن با هم بزنیم، با چند تا بچه‌های دیگر رو جمع کنیم انجمن بزنیم. سوال یعنی چی؟ چه کار باید بکنیم؟ یعنی میبخشید یه انجمن نجاست دیگه میخواست شروع بکنه. مگر خود همین مزدور نگفت من در زمانی که در به اصطلاح تحت هوادار میگیم نفوذی، باز من تاکیدم رو نفوذی اینه که رژیم امثال سعدونی رو گذاشته بود، سیستم‌های اطلاعاتی نفوذی رو میان در نیروهای مخالفشون میذارن که بتونن ضربه بزنن و نیروهای انقلابی از جمله سازمان با همه هوادارانش مبنا رو بر اعتماد میذاشتن، علی‌رغم اینکه باز باید تیزتر باشیم. مگر نمیگفت من هر جلسه ای رو اون موقع مثل الان آنچنان در مثلا 15-20 سال پیش امکانات به حساب چی میگن عکس و فلان و اینا نبود، کپی میگرفتم. مگر این حرفو نزد؟ به خود شما مگر نگفت؟ بله. نفوذی نقشش چیه؟ اطلاعات جمع بکنه. نفوذی نقشش اینه که روابط دیگران رو خراب بکنه و سر بزنگاه که میسوزه و یک عنصر عریان میشه میگه اگر امکانش هم داشته باشه تیر خلاص هم میزنه. پس این نکته ای که خواستم اشاره کنم، میبخشید من بحث طاهر رو گذاشتم، من اگر از طاهر دارم مثال میارم، باور کنین شاید خودت شما هم از من نشنیده بودید، طاهر اون موقع میگه با این باید خیلی محتاط برخورد کرد. یعنی نسبت توانمندی اون طاهر رو دارم تو اون تشکیلات اشاره میکنم، تو اون روابط اشاره میکنم. خلاصه این دوستان تماما آگاهانه با انتخابی که خودشونو میدونستن برای شکستن اون سد اون زمان در مقابل ایدئولوژی خمینی، یک مورد ما نداشتیم بدون انتخاب و بدون اینکه لحظه‌ای که این بحث تنابدار رو جلوش میذارن عقب نشینی بکنه. و این دوستان همه تونستن امروز این تاریخ رو برای مردم ایران ثبت کنن که جمعی همزمان یک جمعی اینطوری، شاید افراد به طور فردی جسارت‌های تو مبارزه نشون میدن، ولی موقعی که در این طلوع از بیش از 30,000 تا با هم همزمان میستن سر آرمان‌هاشون و سر هم نمی‌کنن، اینجاست که حتما توانمندی‌ها و اهداف بالایی رو آگاهانه همه می‌دیدن. مرسی نسل عزیز بابت توضیحات کاملت. برمیگردم به اکبر. اکبر جان 10 سال زندان بودید تا اونجا یادمه و گرفتن درشون آوردن زندان. خب این جریان امثال مصداقی، مزدور، نفوذی، اون چیزی که نصرالله توضیح داد، من یه اشاره‌ای بکنم.
من یادم سال 64 یه خود فضا رو باز کردن کتاب داده بودن، یه کتابی از الفتح تو زندان آورده بود، جلدش هم جیبی بود. تا اونجا که یادم داشتم با ایرج مصداقی قدم میزدن و من بهش گفتم ایرج به نظر من بهتره بری اون قسمت آخر این کتاب الفتح رو بخونی. قسمت آخرش بود نمام، تا اونجا که یادمه، یعنی سخنچین، یعنی همین چیزی که نصرالله گفت اختلاف بندازی تو تشکیلات، و این دقیقا اون چیزی که نصرالله گفت بود، ولی که ما هیچ کدوممون به این مقدار نه میدونستیم نه باور داشتیم. اکبر به من بگو که، یا به بینندگان بگو که چه عاملی اصلا باعث میشه 10 سال زندان بشی، بعد اون اتاقای اعدام و گاز و ورزش جمعی و این چیزا طی کنی، بعد بیای برسی به این نقطه که به قول خودت با خنده به استقبال مرگ میرفتید. چه عاملی باعث میشه؟ تا اونجا که تو باید جوون بوده باشی، 20-25 ساله که گرفتنت. بفرما. عشق به سازمان، عشق به آرمان مردم، از اون طرف کینه نسبت به حکومت و جرأت و شهامت داشتن. یعنی این مجموعه با هم دیگه باشه. من یه مثالی بزنم واسهتون. داشتم صحبت نفوذی رو نصرالله کرد. ما تو اوین بودیم، یه دوست داشتیم، یه دونه همسنی داشتیم نام علیرضا یکی از آشناهاشون پاسدار بود، با خانواده‌شون رو میشناخت، رابطه داشت. علیرضا یه روز واسه این پاسدار صداش می‌کنه بره بیرون، و علیرضا میگه که علیرضا تو بیا نفوذی باش. گفت یعنی چی؟ میگه تو برو داخل بند، از مجاهدین طرفداری کن، از مسعود طرفداری کن، به ما فوش بده، هر چی دوست داری بگو، اما بیا به ما بگو در بند چی میگذره. تو اصلا احتیاج نیست که مثل بقیه تبابا باشی، خودت تباب بشی، از شخصیتت بخواد میشه بقیه بچه‌ها کم بشه، بقیه بچه‌ها تو رو ترک کنن که احساس کنی به شخصیت ضربه می‌خوری. تو شخصیت خودت رو حفظ می‌کنی بدون اینکه نشون بدی تبابی، فقط نقش نفوذی رو واسه ما بازی کن. علیرضا قبول نکرد. من مطمئنم که ایرج مصداقی سال 60 برای اینکه اعدام نشه از ترس بزدلیش قبول کرد این نقش نفوذی را تو زندان داشته باشه. یه چیزی که به عینه خودم دیدم، روز دوشنبه اومده بودن بند همون گوهرداشت بندی که بود، ایرج هم روبرو به اتاق ما بود. اتاقش داوودشگری اومد گفت بچه‌هایی که بالای 10 سال دارن، 10 سال به بالا، اسمشون یادداشت کنن. تو اتاق اینا همه اسمشون یادداشت کردن. نوبت مصداقی مزدور که دفیسکن یادداشت کنه، داوود لشکری کاغذ از دستش میگیره، هولش میده، نمیذاره که مصداقی اسمشو یادداشت کنه. بازم دوباره خود مزدور میگه که روز اولین باری که اعدامات در گوهردشت شروع شد، روز 8 مرداد، من از امپراتوری سراغ کردم، بردم جلوی در دادگاه، دقیقاً پشت در دادگاه. بعدها فهمیدم وایسادم. داوود لشکری از دور مناطق شروع کرد داد کردن که اینا رو که گفته بیارید، اینا رو برگردونید. پس داوود لشکری، مزدور داوود لشکری بود. داوود لشکری در جریان بود که این داره واسش مزدوری میکنه، نذاشت اعدام بشه، نگذاشت اینجا اسمش رو بنویسه، نه از جلوی در دادگاه برای فرستادش تو اتاق داخل بند. بعدها هم که دیدیم چند مورد رفت و اعدام نشد. یعنی نشان دهنده بزدلی که داشت از سال 60 شروع کرد به همکاری کردن برای حفظ خودش. از اون طرف بخواد مثل تبابا نشه، ذلیل و خوار نشه که بچه‌ها خودشا مجاهدم مثل جا میزد. این نمونه هایی بود که من دیدم. یا مثلا اونجا تو کتابش میگه که من رفتم 8 ماه امپراتوری نبود، 8 ماه رفته بود تو اوین با لاجوردی همکاری می‌کرد سر کتاب نوشتن کارنامه سیاه رفت به دروغ میگم من امپراتوری دستایی رفته بود، ورداش داشت اوین داشت کتاب کارنامه سیاه رو داشت می‌نوشت. این نمونه‌ای بود که من خودم یعنی به چشم دیدم در داخل بند که خودش تعریف کرده بود که داوود لشکری نشون می‌داد، داوود لشکری بود، داوود لشکری هم در جریان بود که این نفوذیشه. صدات قطعه. من یادم میره صدامو باز کنم. الان صدای من خوبه؟ چون قبلا گفتم بریده میاد. عالیه محسن جان. آره. بعد برگردیم یه سوال رو هر کدوم میخواید جواب بدید. ببینید اولا که یه مقدار برگردیم وقتی میگیم که شما میگید که آقا رفت تو ماشین گشت دادستانی چی شد؟ اکبر چه کسایی میرفتن گشت؟ مثل اینطوری که این میگه، خودش هم اعتراف کرده، چه کسایی میرفتن؟ اکبر اینو خلاصه به من بگو. که کم می‌آوردن، نمیتونستن شرایط تحمل کنن.
نمیتونستن تحمل کنن و ترس از اعدام، ترس و زبونی از اعدام، میترسیدن اعدام بشن. برای اینکه اعدام نشن، برای اینکه کاب نخورن، شکنجه نشن، تن به همکاری میدادن. این نمونه را ما سال 67 به هیچ وجه نداریم. یعنی درست سال 60 تعدادی به این حالت افتادن، گفته مثلا همون محمد چیز گفته بود استوادی که تعداد زیاد آورده بود، کسایی دیگه همکاری کردن برای اینکه زنده بمونن. سال 67 هیچ این کارو نکرد. به خاطر چی؟ 7 سال مقاومت داخل زندان، 7 سال مقاومت از اینا رو فولاد آب دیده کرده بود بچه‌ها را که مرگ به سخره گرفته بودن. یعنی این نتیجه 7 سال مقاومت داخل زندان بود که بچه‌ها رو به این مرحله رسوند که راحت برن به طرف اعدام. چیزی که اون ترس و چیزایی که این بچه‌ها نبود، از یه چیز دیگه این بچه‌ها همه سر موضع بودن. سال 65 هر کسی که تباب شده بود در مراحل قبل آزاد شد. این از سال 65 به بعد همه سر موضع بودیم، سر موضع وایسادیم. به خاطر همه شروع کردم به اعدام. حتی اخیراً هم نامه دادستانی جور شده، یه دادستانی از خمینی خواسته اینا همه سر موضع، اینا اگر تو سر موضع آزادشون کنیم میرن تحتش میپیوندن یا ترکیبشون مشخص کنیم به حکم اعدامشون بدیم. داستانی تقاضا کرده. سر موضع بودن ما، سر آرمان بودن ما، ماندن رو آرمان‌های آزادی خواهی، از اون طرف جرأتش آمد داشتن رو اون آرمان‌ها موندن. این فرقش از تفکیرات با خودش هست. مرسی. نصرالله، من فکر میکنم که اگه برگردیم اون صحبته کردی بر اساس اون صحبتات بگیم که این موضوع نفوذی بود که از نظر منم بود، میخوام اینو تاکید کنم، یه مقدار باز کنم که این در حد مثلا پاسدار بند نفوذی نبود، چون مثل کلا بیننده ها میگم نفوذی بازجو نفوذی میفرستاد، مسئول زندان نفوذی میفرستاد، دادستانی نفوذی میفرستاد، مسئول بند نفوذی میفرستاد، پاسدار نفوذی میفرستاد، رئیس زندان درست میگم نفوذی میفرستاد. ولی که شما برید نگاه کنید و کتابای ایرج مصداقی رو بخونید، نوع نگاهش به مسئولین زندان از حاج داوود رحمانی که یکی از قسی القلب ترین کسی بوده که من بعد از لاجوردی دیدم، یا از داوود لشکری که وقتی یکی از این تو اعدامات نقش بعد خیلی کتک میزد، خیلی هم هیکلی بود، و به نگاه کنید به اینا و بعد نوع صحبتش با محمد توانا به اصطلاح بازجوی وزارت اطلاعات، و وقتی نگاه میکنم میبینید که این در حد بالاتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم این نفوذی بوده. زیاد داشت که این میوردنش بیرون یا میرفت بهداری واسه یه هفته و این سوال بود، و یا میرفت انفرادی. و نصرالله با این موافقی چرا اینو خوابوندن؟ چرا تو هنوز به این میپردازی؟ تموم شد رفت. یعنی چقدر ما در مورد این گفتیم و بازم بگیم شاید به نظر بیاد خود خسته کننده است. اینطوری نی؟ اتفاقا نکته جالب، من یه لحظه سوال دوستانه میخوندم. نکته خیلی جالبی شما اشاره کردید. ببین معمولا افراد نیستن که سیستم ها رو جذب میکنن، سیستم ها هستن که افراد رو جذب میکنن. یعنی هیچ وقت یک فرد در هر سیستمی نمیتونه بیاد بره کل اون سیستم به سمت خودش. ببین این فرد اونجایی که مجموعه داده ها به ما داره کمک میکنه، ما که نمیخوایم اینجا بیاشیم رو افراد، مگه ما کم افرادی در مبارزه، در مسیر مبارزه کم آوردن، رفتن دنبال زندگیشون، حتی مقاطع خیانت کردن رفتن دنبال زندگیشون. اصلا چرا اینجا رو برمیگردی؟ مگه در ارتش آزادی بخش مجاهدین در عملیات آزادیشون اسیر نمیکردن؟ حتی مواردی هست، من تو کتاب ها هست، تو هنوز یه سری سایت ها هست، افرادی بودن که چه میدونم زندانبان بودن، ولی موقع که دستگیر میشدن و اعتراف میکردن، کنار میکشیدن از اون سیستم جنایتکارانه، یه موردشون هم مجاهدین اعدام کردن، آزادشون میکردن، میگفتن خیلیشون شاید در این اروپا اومدن. یعنی میخوام اینو بگم، داستانی که افراد باید از یک سیستمی ببرن، ولی این موقع که نه یه عناصری در یه سیستمی میرن، تو اون سیستم هست. تو شما نکته خیلی خوب اشاره کردی، این در شروع دستگیریش از فرد در شعبه 8 نام میبره به نام حمید. این در واقع حمید فامیلیش من چند لحظه یادم رفت، حمید آدم لاتی هم بود، با لاتی.
این از اونجا وصل میشه، یعنی شروع استارت کارش میشه. شما اگه دقت کنی این در تمام زندان ها، چه زندان اوین، چه قزلسار، چه گوهردشت و چه مجددا بر به اوین برگشتن، همیشه یک رابط داشت. این کمتر از 1 ماه دستگیریش میشه، میخوره به 19 بهمن. لاجوردی خود اینو میاره، یعنی در مرحله بازجویی بعد از اینکه این وامیده به خیانت میشه و میره نیروها رو از بیرون میاره که بعضی کافی هم تو نوشته های خودش و دوستانی هم که حتی هم پرونده بودن در اون موقع، ولی این به ظاهر خودش رو گفته اشتباه کردم، اون بچه‌ها دیگه شهید شدن دیگه، به اسم خودشون نیاوردن، از جمله حسین آسیگمان که با اینو در گذشته خراب اینو میدونست. حسین کزازی چیز بگو هم میدونست اسم اینو. بعد با این وضعیت این میاد لاجوردی میارتش. یکی از دوستان اونم قبلا توضیح داده، تنها کسایی که سرسپرده بودن روز اول بعد از شهادت موسی بالا برد، یعنی لینک ورودیش در اوین به لاجوردی بود. بعد به قزلسار که میره به اصطلاح خودش، اولش که در قزلسار مثل این که چی میگن این آژانس بوده، همه بندها میچرخیده. باور میکنین من شخص خودم و خیلی کسایی دیگه از جمله خود امین اکبر که هم اتاق بودیم، ما 61 رفتیم اونجا تا 64 یا برای بازجویی یه بار یکی دو بار می آوردن یا از اونجا انتقالمون دادن. این آژانس بوده. واحد 3 بوده، بند سلطنت طلبا بوده، بند بچهای غیر مجاهد بوده، واحد 2 اومده بوده، واحد 2 که مقطعی بودن اون بوده، واحد 1 که در همه قضایا بود، هر جاش میگین و بردن. خب چرا میبرن دوستان عزیز؟ یک سواله، چرا باید امثال، مگه تنها این زندانی بود؟ امثال خود من بسیاری بچه‌ها زندانی هستن که زمانی که به قزلسار می اومدن یا تنبیهی باید میرفتن یا در اون بندشون بودن یا برای بازجویی اگه به اوین مجددا برمیگشتن اوین نگرشون می‌داشت یا برمیگشتن. بنا نبود آژانس بشی، مأمور کنترل کیفیت بشی، همه سالونا بگردی. بله این مأمور کنترل خیانت بود، باید میرفت ببینه افرادو بشناسه. در قزلسار که میاد لینکش میشه داوود رحمانی، خودش هم اقرار میکنه. من اتفاقا میخوام بس به سری ریز نکات امروز اشاره کنم که شاید کمتر بچه‌ها پرداخته باشن. چرا میگیم خود رژیمه؟ اگر ما اینا رو خوب بفهمیم که حتما دوستان بیشتر از من متوجه میشن، میدونیم چرا باید اگر هفته‌ای 7 جلسه بذاریم، هر جلسه‌ای ساعت‌ها صحبت کنیم، باید برای زدن رژیم یکی از مهرهاش این جنایتکار ایرج مصداقی. بعد از قزلسار اینو میارنش در گوهردشت لینکش میشه داوود لشکری. نمونهش اکبر به شما گفت. به من میگه ایرج تو چرا اینجوری میکنی؟ داوود لشکری یک زندانی دیگه بیاد ببینه باعث کسی رو صدا کرده؟ جنایتکاری بود که میرسید به هر زندانی با منافق و با هیکل قولی هم داشت، توهین میکرد منافق و بدترین زشتا بددهن با چک و لغت پذیرایی میکرد تک تک ما. چطور شده اون وقت تو میشه لینکدی داوود لشکری تو رو میاد جزء دهمیا که اکبر میگه بالای 10 ساله ها 15 ساله ها رو میبرن، تو رو نمیبره، تو راه رو تو رو جدا میکنه، حتی برای اینکه تو رو سفید سازی بکنه 8 نفر دیگر هم با تو میاره. از اون 8 نفر 7 تاشون هفته بعدش اعدام میشن. از اون 8 نفر 7 تاشون هفته بعد میبرن اعدام میکنن، ولی تو نباید، تو رو کنار میکشه. یه لینک تو همه دیگه. ما داریم از یکای جنایتکاران زندان ها میگیم، یعنی یک جنایتکاران زندان قزلسار در تمام اون دوران داوود رحمانی بود، یک جنایتکار زندان گوهردشت داوود لشکری بود. بعد به اوین که برمیگردیم، محمد توانا اون موقع وزارت همه کنترل در دست داشت، نماینده اصلی وزارت اطلاعات بود. یکی از الان حالا چه موقعیتی داره با اسم دیگه ای هست من نمیدونم، بزرگای وزارت جنایتکار وزارت اطلاعات. این میشه لینک تو، با تو رو هم میشینین، برمیگردی میگی هم تو باختی هم من، در نتیجه اون میگه باشه ایرج تمام دیگه، و تو میای بیرون
با داستان سرایی های کاملا دروغی که داری میگی میای در ترکیه و از ترکیه هم میای ادامه مأموریت. یعنی نکته ای که ما الان تمام این پازل ها رو کنار هم بذاریم، پازل هاییه که این عنصر، من نصرالله مرندی واقعا شرمندم در قبال تمام اون سربداران جسارت اونها رو نداشتم. اما یک ساعت زندانم گم نیست. این محسن اکبر و بقیه دوستان، یک ساعت زندان ما گم نیست. ما اگر از ما رو میبردن به اوین، اولین پیاممون کسی رو میدیدیم از اوین اگه به قزلزار برمیگرده، اگر رفتی تو بنده ما بگو منو برای این بازجویی آوردن، منو برای پروندم تازه لو رفت. این جنایتکار ایرج مصداقی مدت‌های متوالی، 2 هفته، 1 ماه، 2 ماه و یه پروسش هم که آقای جورک اشاره کرد، 7 ماه گم بود. این مزدور، حالا سوال اینه عناصر اطلاعاتی عناصرشون رو جذب میکنن. سوال میشه آقا اگر این مزدور رژیم چرا 10 سال تو زندان نگه می‌داشت؟ ببین رژیم، نه این رژیم، همه رژیم‌های دیکتاتوری به خودشون رحم نمیکنن. خمینی معاون خودش، نور چش خودش، یک حرف فقط رو مجاهدین زد گذاشتش کنار، آقای منتظری رو. خامنه‌ای، رفسنجانی، احمد خمینی که اینا رو روشونه اون اومده بودن بالا، دوزشو بالا میبرن، دوز دارویشو نابودش میکنن. خود رفسنجانی هنوز مونده، غرق شد یا غرقش دادن. سعید امامی همینطور. حالا این سوالیه که مثلا مصداقی رو چرا نگه داشتن؟ اگر قتل عام 67 نبود 20 سال دیگه هم بود، این جنایتکار رو نگه می‌داشتن برای کارشون. در واقع عناصر اطلاعاتی الان کدوم سفیر رژیمی یا کدوم کاردار رژیمی خارج از کشور مثل این جنایتکار داره خط جلو میبره برای رژیم؟ خط چیه؟ فقط نیروی آلترناتیو واقعی رو تو بزنی دیگه، هیچی هم اگه تا حالا مشخص نبود تو این دوران قیام مشخص شد دیگه. آدرس اشتباه بدی، یعنی شاه و شیخ که به قول معروف همزاد همدیگرن رو بیاری با این پوشش. من یه جا دیگه هم اشاره کردم، مگر اسدالله اسدی مأمور اطلاعاتی اروپای وزارت اطلاعات بود؟ نمیفهمه وزارت اطلاعات اگر این دست به خطای که داره میزنه، عملیاتی که داره انجام میده در ویلپن 2018 حتما موفق بود، 100% موفق میشه؟ حتما نه. 2 تا تابلو داشت. اگر موفق بشیم این جنایت رو اینجوری ثبت میکنیم، اگر هم موفق نشیم چی میشه؟ قطعا اون 2 تا مزدور دست دومش رو که از جمله اونم نفوذی بودن، امیر سعدونی و اون عارفانی رو، اونا رو فدا میکرد. ولی خودش هم که دستگیر میشه میدونست، بهاشو میده. نتیجه چی میشه؟ یعنی برای حزم در اون سیستم حزمه، تو اون سیستم کارکرد داره. یا موردهای دیگر هم اشاره کردم من. انیس نقاش چرا باید 10 سال تو فرانسه بمونه؟ روزی که داره میاد برای این عملیات جنایتکاران ترور خارج کشور، میدونه امکان داره دستگیرم بشه. هر کسی میدونه، حتی نیروهای نظامی عامیانه میدونه در یه جنگی شرکت میکنی حتما تو پیروز نمیاد، شاید فیزیکاً تو از بین بری یا یکی از اون از بین رفتن‌ها باشی. در نتیجه ایرج مصداقی عنصریه که میاد در یک سرفصل تعیین کننده است پروژه حمید نوری میشه. این 2 تا همزاد هم، حمید نوری و ایرج مصداقی، بنا بود یک پروژه استراتژی رو جلو ببرن. در 2018 پروژه اسدالله اسدی شکست خورد، ولی در 2019 یعنی تقریبا 1 سال و 1 ماه بعد این پروژه استارت میخوره. بله، حمید نوری، من الان نمیگم، ما که از روز اول مجاهدین گفتن آقا این یک پروژه است، خیلی ها باورشون نمیشد، تا خود ما هم سختمون باورمون، ولی ایمانی که به این دستگاه و استراتژی این دستگاه داشتیم میپذیرفتیم. ولی واقعیتش این که حمید نوری بخشی از اون حاکمیت بود که آگاه بود میتونه یه جا بره.
جدیداً یه مصاحبه‌ای با خانواده مزدور رژیم پخش کرده، با انصاف نیوز بود. در اونجا مشخص میشه، میگن آیا پدر شما کسی بهش گفت نره؟ ببین اون روزی که شما برین تو 15 اشتباه نکنم 15 نوامبر 2019 اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت میاد و اینو پروژه میدونه، همون موقع میگه حمید نوری بخشی از حاکمیت که قوی تر بودن یا فرمان برتر بود، به اینا به حمید نوری میگه برو. حمید نوری خودش در دادگاه دشخیم برمیگرده میگه که من 3 تا رئیس داشتم. درست میگه. یکی ناصریان بود که به طور متناوب در دادگاه اسمش برده شد، یکی شیخپور بود که الان رابط پارلمانی مجلس رژیم با قوه قضاییه رژیمه و رئیس زندانهای کل کشور رژیمه، و یکی هم قاضی حداد. میگه قاضی حداد به من گفت تو هرکول مایی برو. قاضی حداد همونیه که در سال قتل عامی که تو سال 88 کرد، همون کسیه که تو 98 دست به جنایت زد، همونه که قصاب زمان اون به حساب داستان تهران بود، این قصاب روزنامه ها بود، به اصطلاح همین روزنامه های نیمچه پاره. شیخپور میگه بی تفاوت مون. شیخپور بچه ها میشناسن، از اول دادیار اوین بود، یعنی بعد از ناصریان دادیار شده بود و آدمی بوده که بی نهایت جنس حسین زاده و این محمد توانا اینا رو داشت، اطلاعاتی بود که امروز هم در سر قدرته. اون بی تفاوت بود. اینا صحبت حمید نوری دشخیم حمید نوری در دادگاهش دیگه. میگه 3 تا رئیس داشتم، درستم میگه، در کل پروسش این 3 تا رئیس رو داشته. یکیشون گفت برو، یکی گفت نرو که اون نوار معروف ناصریانه، و یکی هم برمیگرده میگه بی تفاوته. همین صحبت رو به زبان دیگه جدیدن پسرش میکنه، در با انصاف نیوز رژیم مصاحبه میکنه، گفت دوستانی بودن میگفتن نرو. ببین تنها بود خانوادگی در کار نبوده، پروژه بوده. اولین کدی هم که این مزدور ایرج مصداقی داد چی بود؟ یک پروژه چند وجهی. همین حرفو برای به کار بردن زمانی که روح الله زندو گرفتن بله. یعنی در مجموع این یک وزارت اطلاعات. پس به خاطر همین داستان ما داریم صحبت میکنیم. فلاحیان، باز من نقطه دیگه، فلاحیان با اون دهباشی در مصاحبه میکنه، میگه ما برای نیست مامورانمون که بریم بگن آقا مامور وزارت اطلاعاتی، باید به عنوان مخالف بره، ژورنالیست بره، روزنامه‌نگار بره، از این جنس باید ما بفرستیم. مگر این سردار 5-6 سال پیش بود اومده بودن، یکی از فرمانده‌های سپاه اومده بود خارج کشور فرستاده بودن، همه جا رو دور زد. فرزاد موقع که طلایی؟ بله فرزاد طلایی؟ نه حالا اسمش یادم رفت، که برمیگرده میگه همه جا رفتن فقط تو مجاهدین نتونستن. درستم میگه. اینجا هم که اومده بود فکر کرد مجاهدین رو میتونه وارد بشه، با همه اینا سر کشید، یک جنبندی کرد، برگشت داخل. یعنی منظور من اینه که هر کی عناصر اطلاعاتی نقش خودش رو بازی میکنه. این مزدور هم در جبهه ضد خلق قرار داره. برای این من به عنوان یک فرد زندانی، سردار متی، یکی از دوستانمون نوشت، سردار متی، درسته، سردار متی یه پاسداری بود که اومده بود تمام به عنوان من اطلاعات تازه دارم، راستم میگفت، اطلاعات میگفت. همین مزدورم خیلی مواقع اطلاعاتی که میگه شاید اطلاعاتی باشه که خیلی نداشته باشن، اول بگه. اقرار خودش دوستان. برمیگرده یکی ازش میپرسه جدیدا چند وقت قبل 5-6 ماه پیش، تو اطلاعات جدید از کجا میاری؟ میگه من تعدادی از همسران فرمانده های بالای سپاه و بچه هاشون از رژیم بریدن، اونا به من اطلاعات میدن. یعنی چی؟ خب طبیعیه. و فلاحیان میگه من بنا نیست مأمور خودمو بدم که دیگه. به چه زبانی بگه من مأمور رژیمم؟ به چه زبانی مثل رضا پهلوی برگرده بگه آقا این فرمانده های سپاه با اینا رابطه دارم؟ اینم همینو داره میگه دیگه. یعنی داستان اینه که ولی امروز در این پروسه تاریخی بحثی که اینا داشتن هدف این بود که خوشبختانه جنبش دادخواهی رو با امثال این مزدور میخواستن از بین ببرن، ولی خوشبختانه خط درست، استراتژی درست
اینو به شکست واداشت، حمید نوری رو به مرحله ضعف و ناتوانی واسداد، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی واقعا شما دقت کنین در زندانهای رژیم جنایتکار بعد از اون همه فشارها بچه‌ها سال 67 قامت بلند میرن. نوید افکاری بعد از اون همه فشارها 3 سال پیش ادامه راه طاهر و حیدر و مهران و شاروخ و بقیه سر بلند میره. یک توییتش برادری زده بود، گفت ما باید درس بگیریم از این ایستادگی ها. شما در نظر بگید حمید نوری در دادگاه هتل 5 ستاره، به قول خودش پسرش هم میگه هتل‌های سبز معروف، یعنی انقدر همه چیز لوکسه، در اینجا به ضعف و ناتوانی میفته. منظور من اینه در مجموع این عنصر، ما همش الان بحث اصلیمون در رابطه با موضوع ایرج مصداقیه، عنصریه که اون دفعه من یه جا دیگه گفتم فقط 2 تا ابزار داره، چیزی که جنس رژیمه. یک، ابزار اون که ماهیت رژیمه، تماما بالا تا پایینش فساد و فرسودگی و جنایت و فحش و زشتی. تمام این بچه‌هایی که در این قیام میان آزاد میشن، بعضیاشون بیرون، از کابل‌ها اعتراض نمیکنن، از برخورد کردن و آدم واقعا خجالت میکشه بده توهین هایی که به این دختران و پسران مردم ما میکنن. این همونه، جز این چیز دیگه است. و دوم، به هر شکلی هست بتونه این رژیمو، شما الان ببین تمام جریانات سیاسی رو داره زیر سوال، به همه داره توهین میکنه. مگه رژیم هم جز این کار میکنه؟ حتی نیروهایی که مقداری هم با خود این رژیم واداده بودن، امروز چه تهدیدایی به کردستان نیروهای کرد کرده رژیم. یعنی رژیم اینه. با این حال ایرج مصداقی، این مأمور وزارت اطلاعات که اصلا دیگه بحث تواب و نمیدونم فلانه اول نیست، اینا معروف فاصله شاید اون روزای اول بولیدگیش بود. مأمور وزارت اطلاعات به هر حال همین جوری که لازمه رئیسی و اجهی و دشکیم حمید نوری رو ما میکوبیم، این هم به همون تناسب حتی بیشتر باید کوبید. چرا ما 9 ماه جلو دادگاه هر روز خانواده دادخواهان وا میستادن مرگ بر دشکیم حمید نوری؟ به همین تناسب اگر هر چند سالی هم باشه، در واقع افشا و نابودی این موضوع رو باید ما مطرحش کنیم و بیشتر اوریانتر بشه که جایی برای این نمونه. مرسی نصرالله، ماشاءالله تو جواب تمام سوالای نپرسیده ما هم میدی. هر چقدر هم ما امیدوارم که شنوندگان هم طوری باشن. اکبر من یه هفته پیش خانم پروانه معدنچی اومدن صحبت کردن و برخلاف اون چیزی که هست یه مقدار کمی از واحدهای مسکونی گفتن. واحدهای مسکونی در زمان حاج داود رحمانی تو قزلحصار بوده، بعد شرایط رشته قبر و قیامت و این چیزا، و شما شاهد بودید. مثل ثبت تاریخ میگم شکنجه در وحشیانه ترین شکلش 24 ساعته، بعد واقعا وحشیانه. وقتی نگاه میکنی به کتاب این موضوع مصداقی، اینه نوشته که من رفتم اونجا تو قیامت و قبر، اونجا گفتم آقا من میخوام دفاع کنم. اونم گفت به چه پسر خوبی، بلند شو بیا برو بند 1 واحد 3. بند 1 واحد 3 بند کارگری بود و اون زمان بند بچه غیر مجاهد بود، و اینکه برو اونجا و بردنش اونجا و هیچ موقع با خوشوبش هم میکرد و یه قسمتش هم دیگر زندانیان در تعجب بودن از نوع رابطه من با حاج داود رحمانی. این نکته اول. بعد برمیگردیم اکبر خوشکوش، این یکی از فرماندههای کثیف غیر اخلاقی تیم‌های عملیاتی دادستانی بود. جالب یک زمانی موضوع مصداقی در موردش گفته بود، بعد به اون گفتن، اون برگشت گفت آها من یادم میاد اون پسر سفیده توپلی خوشگله. ببینید اکبر خوشکوش که صدها نفر گرفته، این ایرج مصداقی قشنگ یادشه. بعد میایم به داوود لشکری میرسیم، صحبت کردیم.
میگه توی یکی از کتاباش میگه که داوود لشکری گفت برو اون وسایل تو بردی بیا. گفتم قدر نمیرسه. اومد دلا شد، من رفتم رو شونه هاش و اون وسایلم از اون بالا برداشتم. بعد برسیم به قضیه محمد توانا و قضیه لاجوردی و 19 بهمن. اکبر جان چجوری میبینی این چیزا رو؟ آیا هم چیزای حرفای ما اشتباس، اون در درست میگه؟ چجوری بوده جو زندان؟ گل و بلبل بوده؟ اینا خیلی آدمای خوبی بودن. بفرما. یه نمونه که الان اشاره کردی، ما تو که زندان بودیم هر وقت می اومدن کسی رو با ما تنبیهی ببرن، یه پاسدار رو میفرستادن، برو مثلا اسم میخوندن، این اسم رو برد بیا. پاسدار می اومد داخل بند، داخل بود، اون فرد رو میگرفتن از همونجا پشت و کتک میبردن به طرف بیرون. پاسدار همیشه این کار میکرد. بعد اگر میرفت انفرادی هیچ وقت نمیگفت. بعد که میرفت انفرادی به پاسدار گفتم مثلا مسواک منو بردار بیاری خودی منو بردار. اون پاسدار میومد تو بند مسواک بود، یک سری وسایل رو برمی‌داشت میبرد. از هیچ وقت با کلیه وسایل هیچ جا نمیبردن انفرادی، همیشه با کتک و مشت و لغت بدون وسایل میرفت، بعد وسایلش رو واسش میفرستادن. ایرج مصداقی اون 7 ماهی که تو ادین کتاب مینوشت، به اصطلاح فیلم سناریو تهیه میکرد، تو کتابش مدعی که رفته بود انفرادی. نحوه بردن انفرادیش هم جالب بود. میگه که ساعت 11 شب دابول لشکری خودش اومد، من صدا کرد، گفت آقا ایرج کلیه وسایل جمع کن بیا. من گفتم که وساک من اون بالاست دستم نمیرسه. بچه‌ام همه ساعت 11 درازکش بودم. دابول لشکری اومد داخل سلول نشست، من قلمروش گرفت، من رفتم ساکم برداشتم. رابطه ایرج مصداقی با داوود لشکری، این رابطه این کار کردی همچین رابطه ای بوده، در صورتی که اگر سر موضع و مشت و لغت و فحش بود رابطه، اصلا همچین رابطه ای بین زندانی و زندانبان وجود نداشت، به استثناء ایرج مصداقی که همچین رابطه ای رو داشت. پس این نشون دهنده چه چیزی میتونه باشه جز نفوذی بودن. و اون در ما از روز اول اسد لاجوردی بیشرف یک اصل گذاشته بود، هر کی میاد پیچ بدین رد میکنی میگه من تفاهم. اصل بر اینه که همکاری اطلاعاتی کنن. تا کسی همکاری نکرد از نظر ما سر موزه است، بایستی که حتما حداقل چند نفر رو لو بدن تا ما قبول کنیم که این دیگه سر موزه نیست. این همین سیاست رو داوود رحمانی داشت. داوود رحمانی هم اصلا زیر دست داوود لاجوردی بود. داوود لاجوردی داوود رحمانی رو گذاشته بود. از داوود رحمانی هم همین بود. همه میگفتن که ما سازمان قبول نداریم. بعد گفت این معیار نیست، معیار اینه که بیایید لو بدید، بیاید بگید تو بند که سر موزه است، کی داره تشکیلاتی که تشکیلات داره کار میکنه، کی تشکیلاتیه. یعنی اصلا این لو دادن و جاسوسی کردن و بدون این هیچی رو نمیپذیرفتن. یعنی واقعا ما که چندین سال بودیم اصلا قاعدت، حتی یادم از یکی با مصاحبه میکرد، مصاحبه آزادی ورسون اونجا تبابه شروع میکرد برای پشت دادن. نگاه کن پس هنوز سر موضوعی این تبابه دارم. اگه تو مثل تبابه بودی باز چند نفر رو نو میدادی، خودت نشون میدادی. پس این حتما با داوود رحمانی کار کرده، گزارش داده که داوود رحمانی اینا اینجوری بوده، بندش عوض کردیم و از اونجا در آورد. اونجا یا بایستی گزارش میدادی، با از سازمان میبردیدی، از سر موضوع بودن میبردیدی. ما اینا شاهد بودیم، خیلی از اونا اومده بودن مصاحبه میکردن، اونایی که به صدا بیشتر بچهای اتحادیه کمونیستا بود، من مورد اونا بیشتر دیدم، اومدن مصاحبه میکردن. یا کسایی که به حالت جنون میرسیدن، یعنی تعادل روانیش رویشون از دست میدادن، انقدر شرایط سخت بود تعادل رویشون از دست میدادن مصاحبه میکردن. اما اینا بدون اینکه مصاحبه کنه بندش عوض و قبل میاره بیرون، بندش عوض میکنه، مثلا نشون میده اصلا دروغ داره، میگه اصلا تو قبل نبودش، هر چی داریم یه داستان واقعیه برای خود بزرگ بینی کردن، خود بزرگ نشون دادن به خودش بود. اصلا همچین چیزی امکان نداشت. اگه اونجا میبود بایستی میومد مصاحبه میکرد، لو میداد، واسه همکاری میکرد. ما این چیز از این ندیدیم، از این ذاتی. پس میشون نگه داره دروغ میگه. راجع جان صدات نمیاد. یادی بکنم از شهید مهدی سعیدی، بسه بینندگان میگم، مهدی سعیدی
سعیدی زمانی که دستگیر شد، فکر کنم آخرین نفری بود که سال 67 تو اوین اعدام شد، شهریور و مهر اون حوالی. مهدی سعیدی وقتی دستگیر شد 16 سالش بود، هوادار آرمان مستضعفین بود، گرایش به شریعتی. بعد از چند سال که ما دور اولیه بودیم آزاد شد و رفت دوباره دستگیر شد که اعدام شد. اون زمانی که طرفدار آرمان مستضعفین بود ما با هم خیلی سعی بند 3 واحد 1. مهدی سعیدی یه داستانی رو بس من تعریف کرد از انفرادی که داشت، که اون انفرادی وقتی تو 209 بوده یکی جدید میادن، یه پسره رو میادن، خیلی هم زده بودنش و خیلی شدید. بعد میگرده آخر شب با مهدی شروع میکنه صحبت کردن و کار توضیح میکنه، چون وقت کمه من خیلی سریع میگم، و بهش میگه که شرایط ایجاب کرده که من باید خودمو بکشم، چون اگه زنده بمونم فردا ممکنه اطلاعاتی نتونم مقاومت کنم، اطلاعات رو لو بدم و من سیانور میخورم، سیانور با خودم دارم میخورم، این حالت رو بس من پیش میاد و من تموم میکنم. تو هول نکن، در نزن، بذار من تموم کنم. و وقتی که تموم کردم صبح ازت میپرسن که چرا اطلاع ندادی، تو بگو که من خواب بودم، فکرم داره خورخور میکنه، خور و پف میکنه. و مهدی سعیدی وقتی همون زمان بعد از 3 سال نشست من تعریف میکرد، گریه میکرد تعریف میکرد و میگویش نشسته بودم 16 ساله، نشستم گوشه سلول و این داشت جلوی من جون میکرد. به هر ترتیب اینو من سال 64 به ایرج مصداقی گفتم و متاسفم که از جزو خاطرات خودش تو کتاباش آورده، واقعا متاسفم. و اینو من نه تنها خیانت میدونم، جنایت میدونم، رذالت میدونم، این واقعا و یکی دوتا هم نیست، بخشی از خاطرات هر کسی. نسل اجازه بود من 2 سوال بکنم از تو، رک و بی پرده، اجازه است؟ ببین نسل به هر ترتیب راجع به اون صحبت کردی که چرا 10 سال زندان نگهش می‌دارن، مسئله اسدی رو مطرح کردی و دیگران رو. ولی نسل این به هر ترتیب به یه نوعی عامل دستگیری حمید نوری بوده. تو یه مقدار توضیح دادی که پروژه بوده. بعضیا میگن در تو روح الله زنه، بعضیا میگن دعوا اختلافات اون اینه. و سوال اول من اینه نسل بالاخره چی؟ آیا نمیتونیم ما اینو چیکار کنیم تایید کنیم؟ این سوال اول منه. سوال دومم اینه که اون طی اون شرایطی که ازش گذشتیم میدونستی؟ چون یکی از بینندگان سوال کرد که جلد اولش معلوم بوده که اینا موضوع نفوذیه و خیلی سالهای پیش با من بحث کرد همین خانم و به من میگفت این نفوذیه. نسل شاید خیلی وقتای پیش میدونستی قبل از این که این نفوذیه یا مشکل داره، چرا همچنان با رابطه رو باش حفظ کردید؟ چرا افشاش نکردید؟ چرا نگفتید که این موضوع؟ چرا طردش نکردید؟ چرا؟ من سوال اول که بدم، سوال دوم باز خصوصی تر. البته خصوصی چی نیست که با رژیم که می‌جنگیم که خصوصی ما پنهان نداریم. ببخشید من این که بگم تو مثلا تو این خودم هم دارم همه ما ببین یه صدای اضافه میاد نمیاد. ببین آقای بندری اگه میکروفونشون رو ببندن خوب میشه. مرسی. بله درست شد. دستگیری حمید نوری، ببین شاید یه مثال ساده، شما یه تیم فوتبال میخوای بری توی زمین، مثلا چه میدونم امروز معروفه مسی، رونالدو، نمیفرستن تو زمین که بگن آقا برو خودت مثلا 10 تا رو با هم بچه محلات رو ببر. خب اون باید یه تیم کامل باشه. اون وقت افراد تو اون تیم نقش خودشون رو بازی میکنن. من رونالدو میتونه تعیین کننده باشه، وزنه باشه، ولی باید بقیه هم فوتبالیست باشه. حمید نوری الان که دیگه گذشته، شاید اگه شما 9 نوامبر 2019 به من میگفتی یا به هر کسی دیگه میگفتی این سوال خیلی سوال جدی بود. آقا این اسمش همه دنیا بردن، این عامل دستگیریشه. کم خبرگزاری ها، حتی خبرگزاری رژیم داخل اعلام کردن آقا فردی نام ایرج مصداقی عامل دستگیری این شد. سوال اینه
قبل از هر چیزی جنبش دادخواهی، چون که این سوال کردی به اینجا مقدمه، جنبش دادخواهی موتور سرنگونی این رژیمه. جنبش دادخواهی 30,000 شهادت سال 67 به طور خاص یک تناب داری برای کل این حاکمیت. هر کدومشون رو بهشون میپردازی سوالشونه، حتی کسایی که حتی در قدرتن، در حاکمیت. یعنی خفت رژیمو گرفته. منهای این ما میدونیم امروز اگر بعد از 80 خورده سال بازمونده های هیتلر میگیرن به خاطر جنایتی که صورت گرفته، رژیم امروز که به این نرسید، پروسه جنبش دادخواهی شدتی که به طور خاص میشه گفت یک فاز جدیدی رو از 2016. چرا میگم 2016 دوستان؟ همه میدونیم مجاهدین، تشکیلات اصلی مجاهدین تا 2016 در عراق بود. یعنی به زبان دیگه هر لحظه رژیم برآورداش این بود یه 67 با همشون به وجود میاره، کمن بمبارون و موشکبارون و غیره 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 نکرد. 2016 مجاهدین میان بیرون. تا اون لحظه من نمیگم، همه خود مجاهدین میگن بیش از 80-90% انرژیشون این بود که بتونن این تشکیلات رو نذارن، چون که این ضربات سنگینی که یک نیروی استخوندار یک بخوره میتونه سالهای سال جنبشی رو عقب بندازه. و خوشبختانه میان اینجا، از اینجا این میشه یک انرژی جنبش دادخواهی. رژیم رو ببرن در این محفظه هایی که مماشات در سازمان ملل، که البته میگن دوباره ملل، واقعا سازمان ملل متاسفانه اون نقش اساسیشو بازی نمیکنه، خفت رژیم گرفته میشه. در نتیجه رژیم برای اینکه بتونه از این مخمس خودشو خلاص بکنه، دیگه بمب اتم نیست بیاد روی میز مماشات بشینه بگه خب موقتا میبینم بیاین نمیدونم چاهای چیزه سوزامو بیاین توش سیمان بریزیم پر کنه. دیگه این نیست که موشک هوا نکنه. اینجا با جنبشی طرفه بسیاری افکار دنیا در دستشه، بسیاری پارلمانتاریستا رو داره، بسیاری علیرغم خواسته حاکمان خیلی مماشات داره راه باز میکنه. باید سر اینو بزنه. لازمه این اون تیم فوتبال است. اکیپی باید بیاره که در این اکیپ نقش خودشون رو بازی کنن. اولین این عنصری که به جا میکنه بیاره، شاید حمید نوری نه ایکس دیگه این قرعه میافتاد. ما نمیدونیم چرا اسم حمید نوری افتاد. شاید یک از کسایی بود که بیشتر میرفت میومد. شما نه جهت اطلاع، حمید نوری ویزاشو 1 ماه قبل از اون میگیره. مزدور ایرج مصداقی در این پروژه تقریبا 10 روز قبل از دستگیری حمید نوری قرار میگیره. یعنی اگر میخواستن به طور واقعی این خروجیش باشه، باید میگفتن فردی به نام هرش صادقی یا همون ایوب چیز هرش صادقی که اسمش معروفه در این دادگاه، اون اصلا در واقع بخش وزارت اطلاعات بوده که باید این پروژه رو میذاره. که ولی باید خروجی این، باید ایرج مصداقی 10 سال خیانت داخل زندانشو و سرقت تمام خاطرات زندانی ها رو و نفوذی عمل کردن که به اصطلاح ردی نذاشته بود، خودشو قهرمان این جنبش دادخواهی بدونه. بگه چی؟ 30,000 تا اعدام نشده. همین شکاف نشدن و اینو اگر میتونست رژیم تثبیت بکنه، یعنی شما امروز دیگه عدد 30,000 تا، همین امروزی که داریم صحبت میکنیم، عفو بین الملل در پارلمان انگلیس نماینده آقای جاوید رحمان نمیاد بگه آقا باید به قتل ما بررسی کنیم. تبصرهش نمیره تو سازمان ملل مطرح بشه و ثبت بشه. در کنگره آمریکا نمیره ثبت بشه. یعنی اینا هیچ کدوم اتفاق نمیافتاد. اتفاق نیفتادن اینا یعنی عمر این رژیم جنایتکار رو زیاد کردن. لازمش این بود که اینو بیاره. پس ایرج مصداقی نقشی در دستگیری حمید
در کادر وزارت اطلاعات، در پروژه وزارت اطلاعات باید مطرح میشد، نه در دستگیری حمید نوری باید مطرح میشد. 3 تا عنصر اصلی این دستگیری: فردی به نام مختار شلالوند که اگر دوستان ندیدن حتما این صحبت‌های 2-3 دقیقه‌ای امروز بعد از 2 سال پسر حمید نوری برن ببینن که میگه این احمقه، جزو این ما باش گفتیم تو بیا ما یار تو میشیم، یا بریم داخل ساعت‌ها ما با این صحبت کردیم، یا بریم داخل ما کارهای تو رو حل و فصل کنیم. اینو ما نمیگم ها، اینو پسر حمید نوری داره میگه و خودش میگه من ساعت‌ها با این صحبت کردم. درست داره میگه. فرد دیگرش به نام حمید اشتری کسیه که زمانی که بچه‌ها کلمه مقدس هوادار و مجاهدین پایین نمی اومدن، این بند جهاد و انتخاب، یعنی بند بریده ها رو رفته بود داشت کار میکرد. اونجا مسئولیتش بود، بریده بود، رسما گفته بود من دیگه نیستم و دیگه چه خیانتایی کرد من نمیدونم. داستان اینه که نه، در پروژه وزارت اطلاعات نقش داشته، نقشش هم با توان نیرویی که رژیم بهش داد با دست حمایتش میکرد رفت بازی کنه، ولی خوشبختانه بعد از 35 سال همینجوری که خون اون شهدا در خیابونای تهران کارکردش رو داریم میبینیم. انقلاب 1401 ادامه اون خون هاست در این دادگاه حمید نوری با شرکت مجاهد و دوستان غیر مجاهد ما و هوادارهای مجاهدین به این نقطه رسیدن که این پروژه سوخت. نه، من واضح بگی اسمی دنیای بیرون خوروندن این نقش داشته، ولی این بخشی از پروژه بوده. خود در یک کلام اون برای من سند و ملاک نیست که ایران اینترنشنال و BBC و دویچه وله و ایکس و ایکس و ایگرگ، اینها همه در دستگاه اون، چون که تمام ساختار کارمندای اینا رو از جمله همین خانومی که جدیداً ما ایران اینترنشنال زده بیرون، همشون وفادارا به این حاکمیت خدا رژیمن. سوال دومم برگشت گفتی چرا شما خلاصه دیر انجام دادیم. من اول بحث نفوذی رو مطرح کردم. حتما ما باید تیزتر می بودیم، حتما ما باید عکس العملمون بهتر بود. نفوذی از اون زمانی که این رفت ریل عوض بکنه قطعا ما هیچ کدوم دیگه رابطه نداشتیم، برای اینکه بدونی خود من مشخصا از 2004-5 به بعد سلام علیک میکردم بیرون باش، ولی رابطه سیاسی مطلقا. ولی این که ما چرا نجنبیدیم، بله باید تجربه بشه برای آینده. این رژیم اسلامی آخرین نفوذیش هم نیست، تا زمانی که مبارزه هست شکست و پیروزی هست و این خائنین هم رژیم با مکانیزم‌های دیگه میتونه تو هر جمعی برای ما بذاره. با تشکر از نصرالله عزیز برگردیم. اکبر جان میدونم حرفای زیادی واسه گفتن داری، طبق همیشه حرفا خیلی ناتمام مونده و سوالا خیلی بیشمار. دقیقه های آخر برنامه است. اکبر جان امروز تعدادی، یعنی چند روز گذشته تعدادی از بچه های گوهردشت و اوین بردن زندان قزلحصار، چی میبینی تو این؟ نظرت چیه؟ نگاهت چیه؟ وقتی سعید ماستوری همچین بیانیه‌ای میده، مسلمان شخص سعید ماستوری نیست و ما شخص نگاه نمی کنیم، جریان نگاه میکنیم، تو چه چیزی میبینی به عنوان یه زندانی سابق که قزلحصار هم چشیده و میدونه وقتی سعید ماستوری میگه انتهای دنیا یعنی چی؟ دیوارهای 4 متری 50 سانتی، سلولهای 2 متر در 1 متر که اون زمان ما البته 40 نفر هم ریختن، 43 نفر، بلکه الان 15 نفر. بگو اکبر جان. قطع ارتباط با دنیای مجازی، با دنیای بیرون، یعنی امکانات بیشتری داشت واسه برخورد خانواده ها برن بررسی کنن بعد زندگی چه مرحله اونجا خواستن از این برخورد، از این جمع جدا کنن، ببرن گوشه پرت افتاده اونجا که نتونن به اصطلاح برخوردهای بیشتری صورت بگیره با بیرون. اونا کار درستی کردن که دست به اعتصاب غذا دادن که برگردونن خودشون رو دوباره به ببین. اعتصاب غذا میدونیم که تنها سلاحی که زندانی داره برای میتونه استفاده کنه واسه فشار آوردن به زندانبان.
من همین. خب من نسل چیزی نکته آخر، حرف آخر. منم همینجوری که اکبر گفت این راه باید فدا و صداقت داشت. علی سارمی به خاطر قیام سال 88 سربدار میشه، علی خسروی همینطور، ولی الله فیض مهدوی همینطور. امروز این مقاومین حضورشون در اوین شده الان میادگاه بعضی از بنداش قیام آفرینان، شورشگران. حضور اینا داره تشکیل ایستادگیشون 23 سال ایستادن داره مقاومت میده. رژیم از ضعف و زبونیشه که این بچه ها رو انتقال میده به قزلستان. صحبت های سید رسولی سر موزه بودن رو میده. این مسیر میگه ما فدا خود آماده ایم برای هر نوع اتفاقاتی. پس در نتیجه رژیم اگر تونست با قتل عام اون طول و ارزش سال 67 جلوگیری از قیام 96 و 98 و 1401 بکنه با این کار، ولی اینجا نقطه‌ای که اشاره کردی وظیفه ما در 67 کس نمیدونست. شاید ماها گذشت تا این به بیرون گسترش پیدا کرد، ولی امروز که ما بلافاصله یک شنبه هفته پیش این بچه ها رو میبرن، الان 10 روز میشه، 12 روز میشه. در نتیجه وظیفه همه ما رو میکنه به هر مکانیزمی میتونیم حامی این مقاومین و این چی میگن خدشکنایی که امروز در زندان ها از جمله این 13-14 نفره که در اعتصاب هستن باشه. باید میشه با نامه‌نگاری با هر مکانیزمی که میتونیم به مجامع بین‌المللی اینو بدیم که خوشبختانه امروز جاوید رحمان هم شنیدن عکس العمل نشون دادن. اکبر جان شما حرف آخر. تشکر میکنم که ما را در این برنامه دعوت کردید تا بتونیم درد دل کنیم وضعیت شرایط سال 67 رو باز کنیم، توضیح بدیم، مخصوصا در مورد ایرج مصداقی و موضوع هم بتونستیم مقدار توضیح بدیم واسه بچه‌ای که در جریان نبودن. ممنون از حضور شما. من یه تشکر ویژه میکنم از دوستان عزیزی که شرکت داشتن تو این برنامه، مهمانان گرامی و خصوصا دوستان عزیزی که از ایران بودن. پیاماتون رو گرفتیم مشخصا و در مواقع دیگه در فرصت دیگه حتما به اون میپردازیم. سوالاتون رو گرفتیم، فرصت نبود. در طول تاریخ بودند زنان و مردان زیادی که حیات خیش را فراتر از زندگی نباتی میدانسته و به آن باور داشتند. امروز همچنان روز 2/60 هست و روزهای قتل عام. پیام سعید ماسوری یک کلمه بیش نیست: مقاومت همچنان ادامه دارد. نسل جدید، نسل قدیم و نسل فردا همه در مقاومت با هم شریک خواهند بود. ممنون. خصوصا من یادی میکنم از شهدای ضربه 8 اردیبهشت، اونجا میگم نسل درست میگم 8 اردیبهشت 11 اردیبهشت یا 12 اردیبهشت 12 اردیبهشت به خاطر مسئله‌ای که ویژه بود و پیامی که برای من اومد که یادی ازشون نمیشه. ما همواره یاد میکنیم و درود میفرستیم بر تک تک عزیزانی که 11 اردیبهشت قهرمانانه شهید شدن. تشکر از حضورتون. برنامه رو به پایان میبریم. مرسی تا برنامه دیگر. خدا نگهدار. خیلی ممنون آقای ملنگی. منم تشکر میکنم از حضورتون، آقای بندلی همینطور، محسن عزیز. خیلی برنامه خوبی بود. فقط یه ذره میکروفونا بازی میکردم با ما، ولی کلا خوب بود. دستتون درد نکنه. مرسی. پس شب خوش. من با اجازهتون لایو رو میبندم. شب بخیر. شبتون خوش.